برق کشور رو خاموش میکند و طفلان از خنکی از بی‌برقی میمیرند، کلانسالان عذاب میکشند، مردم تاجیک در بی‌برقی در اذیت میماند، ولی او برق رو به افغانستان و به پاکستان میفروشد. برای آن فهمیدن که همین پول کجا میشود، در اینجا یگان سخم دشوار رو پیدا کردن، جستجو کردن در کار نیست. من حالا اینا گفته ایستادم به طور رسمی که همین پول فروش برق تاجیکان به خارج در صورت حساب‌های شخصی خانواده رحمان در خارج، در آفشور، در منطقه‌های آزاد اقتصادی، در صورت حساب‌های شخصی می رود، به جیب خانواده می رود. یک راهی سنجیدن همین هست. حکومت جمهوری تاجیکستان به خصوص وزارت انرژتیکا، اگنتی ضد کروپسیونی، دستگاه رئیس جمهور، پروکراتور جنرالی، وزارت داخله، کمیته دولتی امنیت ملی، هر کدام اینا صلاحیت دارند، می توانند همین سخنهای ما رو رد کنند، بیارن صورت حساب، رقم صورت حساب، کویتانسیای پرداخت، آمار رسمی پرداخت پول برق از طرف طالبان به بودجه تاجیکستان رو نشان بدهند. و ما نشان بدهند که انا این رقم حساب، انا این مبلغ وارد شده از شرکت خالدینگی افغانستان برای خریدن برق به صورت حساب برق تاجیک، یا به صورت حساب اپارات پرزیدنت، یا به صورت حساب وزارت مالیه تاجیکستان، یا به هر کسی که پرداخت کرده باشند، همین قدر مثلا 72 میلیون دلار در همین سال فقط به فروش برق به خارج تاجیکستان برق فروخته است، درآمد گرفتیم. همون صورت حساب رو نشان بدهند، مبلغ رو نشان بدهند که کی وارد شد، به بودجه تاجیکستان وارد شد یا نه. اگر همین رو نشان بدهند، اثبات کنند که همین پول وارد شده است، مستقیما یگان پول دیگر نه، مستقیما از فروش برق از حساب شرکت برق افغانستان به تاجیکستان، معلوم شود که تخمین ما غلط بوده است. حکومت تاجیکستان برق را فروخته است و این پول به بودجه ملت وارد شده است. تا روزی که این کار را نکنند، پس همون معلوماتی که در اختیار ما هست که این پول مستقیما به صورت حساب‌های شخصی خانواده به خارج کشور می رود، پس این راست می براید. یعنی از این راه آسانتر من به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کردن نمیتوانم که همین دعواهای ما را انکار کند، دروغ برآورد، مگر باز از این مشاوری بهتر پیدا میکند حکومت تاجیکستان. بنابراین همین ما در این شک نداریم. وقتی که ببینید اگر امام رحمان همین کار را نکند، یعنی پول برق رو به صورت حساب شخصیش روان نکند، پس برای او فرقش چی که پول برق رو ملت تاجیک میدهد یا که ملت افغان؟ اون برقی رو که در داخل کشور میفروشد از حساب همون مردم کویتانس میگیرن، میبرن در بانک میسپارن پول برق رو. این پول رو دزدیدن خیلی دشوار است، البته میدزدن ولی با یک دشواری. اما اون برای چی در افغانستان میفروشد؟ برای اون که دیگر از کنترل ملت، از کنترل وزارت مالیه، از کنترل اگنتی ضد کروپسیونی آزاد است. ببینید که همون وزیر مالیه رو خودشون تعیین میکنن، از خانواده است. اگنتی ضد مونوپولی از خودشون است، اگنتی مبارزه ضد کروپسی از خودشون است. پروکورور که تماما یک خدای خودش، وزیر داخله و وزیر امنیت که اینا مثل همون سگ دربان فقط مالکیت خانواده رو پاسبانی کرده ایستادن. با وجود آنکه تمام این وزارت‌های قدرتی از خودشان هست، باز هم میترسن که همین معلومات به یک شکل به بیرون می رود، دزدیشون آشکار می شود. بنابر همین برق را به ملت تاجیک نه به خارج به افغانستان می فروشند تا اینکه به درد سر پول در صورت حساب برود. سوال قسمت دومی سوال شما که آیا ما می توانیم اینها را در خارج به دادگاه بکشیم؟ متاسفانه نه، برای که چنین قانون وجود ندارد. تنها در یک حالت می شود که مردم وقتی که حکومت رو عوض کرد، همون طوری که در ازبکستان کردن، همون طوری که خانواده کریموف رو برای دزدیاش حتی دخترش رو زندانی کردن، همون طوری که در بسیاری نقطه‌های جهان علیه خانواده‌های حاکمان دزد شد، بعد از آن که حاکمیت عوض شد ما میتوانیم
به دادگاه ها مراجعت کنیم از نام حکومت نو، چون نمیتواند حکومت رحمانوف خودش را در خارج به دادگاه بکشد و از نام حکومت نو تمام این مبلغ ها از صورت حساب‌های شخصی خانواده به بودجه ملت وارد کرده می شود. من باور دارم که نه کمتر از 20 میلیارد دلار در صورت حساب‌های شخصی خانواده رحمان در خارج وجود دارد. تصور کنید که 20 میلیارد دلار برای تاجیکستان تقریبا 8-9 ساله بودجه دولتی، یعنی همین قدر مبلغ در یک سال بودجه دولتی تاجیکستان 10 برابر زیاد می شود. 10 برابر زیاد شدن بودجه دولتی تاجیکستان یعنی چی؟ 10 برابر زیاد شدن معاش، 10 برابر زیاد شدن نفقه، استیپندیا، 10 برابر زیاد شدن ساختمان راه، ساختمان منزل، ساختمان مکتب، بیمارستان و غیره ها کذا. من فکر میکنم که این امکان دارد. البته این به معنی آن است که عموما نمیشود رحمانوف رو یا جنایتکاران حکومت رو در خارج به دادگاه های بین المللی کشید. این راه ها وجود دارد، البته نه برای دزدی بلکه برای جنایت ها علیه بشریت. و حالا من نمیخواهم در این مسئله از این بیشتر بگم. انشاءالله روز فرار رسید که این حالت پیش آمد، خود ملت تاجیک از این آگاه خواهد شد.